یک داستان بسیار جالب پروین اعتصامی می آورد، خیلی زیاد جالب است. میگه پیرمرد فقیر و درمانده و ضعیف و خمیده در کوچه های شهر خود گشت میزد به خاطر گدایی در کوچه های شهر گشت میزد. به هر در که رفت کسی چیزی برش نداد. چند تا فرزند خردسال دارد، همسر دارد، خودش هم پشتش خمیده است. به هر در که رفت کسی برش چیزی نداد. آخر آمد در آسیابان. در آسیا آمد، به آسیابان گفت که امشب من به خانه برگردم، خجالت میکشم، فرزندان من گرسنه هستند. او خوب به دستان من نگاه میکنه، هیچ چیزی من ندارم، میشه یک چیزی به من به خاطر خدا انفاق بکنین؟ آسیابان یک 2 مشت گندم برداشت و داخل دامن همین پیرمرد انداخت. وقتی این گندم ها را گرفت، پیرمرد حرکت کرد به طرف خانه. در مسیر راه با خودش میگفت خدایا چی شده که این درهای بسته رو بروی من باز بکنی؟ چرا این گریه هایی که در زندگی من افتاده پروردگارا بازش نمی کنی؟ خدای من چقدر انتظار بکشم، چقدر فقر و بیچارگی بکشم، چقدر درد بکشم؟ خدایا پشت من خمیده شده، به من دلت نمی سوزد؟ خدای به من رحم نمی کنی؟ پشت من خمیده است. در این مسیر با خود میگو پروردگارا این گریه ها را باز کن، این گریه ها را باز کن. دامن خود گریه زده بود. این پیرمرد یک بار متوجه شد در مسیر راه که گریه دامنش باز شده، کل گندم ها ریخته است، کل گندم ها ریخته است. پیرمرد یک بار آه سرد از نهادش بیرون شد. آخر کی گفتم ای دوست عزیز؟ این پیرمرد با خودش میگه آخر کی گفتم ای دوست عزیز که این گریه بکشای و گندم را بریز؟ ابلهی کردم که گفتم ای خدا گر توانی این گریه را برگشا. من ابله شدم خدایا که به تو گفتم گریه باز کن. بعدش 2 مصرع بعد میگه سالها نرد خدایی باختی، این گریه با آن گریه نشناختی. خدایا من گریه دامن خود را نگفتم، گریه مشکلات را گفتم باز کن، گریه بدبختی ها را باز کن. خدایا گریه دامن مرا باز کردی. دلش بسیار درد کرد و نشست تا میخواست گندم ها را جمع بکند. گفت دیگر چیزی نیست این گندم ها را از روی خاک جمع بکنم. همین که دست خود را دراز کرد به طرف زمینی، کیسه به دستش آمد، دید که 100 تا سکه طلا، 100 تا سکه طلا داخلش. یک بار رو به طرف آسمان کرد، خدایا اشتباه کردم، خدایا غلط کردم، خدایا من نمیدانستم که این گونه میدهی. خدایا تا زمانی که عزیز من، تا زمانی که یک مشکل در زندگیت پیدا نشود، گشایش نمی آید، تا افسرده نشوی، رحمت نمی آید. باران، آسمان بخیل شده، باران نمی بارد. وقتی این باران می بارد که خوب از کل درهای بندگان مایوس شوی. نه امریکا باشد، نه ازبکستان، نه تاجکستان، نه این و نه آن. فقط وقت قلب تو الله، وقتی این کلمه از زبان تو کنده شد، وقتی همه رو به طرف او کردن، نمیگه مولانا چی زیبا گفت؟ چون خدا خواهد که من یاری کند، وقتی خدا بخواهد که ما را یاری بکند، میل ما را جانب زاری کند، بازو وقت میل ما را جانب زاری میکند.